به نام نور. درود. خب فکر میکنم آخرین نکته‌ای که عرض کردم در ویدیوی قبلی بحث بلوغ عاطفی بوده. یک مرز خیلی باریکی هست. ما به عنوان مدیران ارشد و مدیران عامل و صاحبان کسب و کار بیشتر اوقات فکر میکنیم که و این باور رو داریم که تماما باید منطقی تصمیم بگیریم و حتی این لیبل رو هم به تصمیمات خودمون داریم میزنیم که من خیلی منطقی دارم تصمیم میگیرم، که بیشتر اوقات اصولا بر اساس آمار اشتباه فرض کردیم. این یک پیش فرض ناکارآمده و ما و همه مدیران بالای 70% تصمیماتمون رو مبتنی بر احساساتمون میگیریم. آیا این بده؟ نه. در ویدیو قبلی گفته شد که انسان یک پدیده خیلی پیچیده است. وقتی این پدیده پیچیده رو داریم تماشا میکنیم، احساسات جزئی از این پدیده پیچیده است. ما وقتی میخوایم تصمیم بگیریم، استراتژی بنویسیم، بر اساس استراتژی پلن بنویسیم، یا انتزاعی هم استراتژی داشته باشیم و هم پلن داشته باشیم که اصولا اساتید ما میگن که دیگه اسمش پلن نیست چون انتزاعیه، کاری نداریم، یا هدف انتزاعی داشته باشیم یا هدف مدون و مشخص داشته باشیم. احساسات ما هم لاجرم درگیر هستن و اصالت دارن. هر چقدر ما اصرار بر سرکوبی احساساتمون و عواطفمون داشته باشیم، خبر بد اینه که قوی تر میشن و مخرب تر میشن. ما به عنوان کارآفرین، به عنوان مدیر، به عنوان صاحبان کسب و کار، به عنوان اعضای تیم، اولین شخص و آخرین شخصی که باید به بهبود تعاملمون با اون شخص فکر بکنیم خودمون است. هر چقدر آرامش بیشتری داشته باشیم، هر چقدر خودپذیری بیشتری داشته باشیم، هر چقدر همدلی بیشتری داشته باشیم، تازه میتوانیم تعاملات شفافی با بقیه افراد هم داشته باشیم. اگر بتونیم به احساسات خودمون اصالت بدیم، میتوانیم به احساسات نسلی که داریم باشون کار میکنیم، افراد و اشخاصی که داریم باشون کار میکنیم، انسانهایی که داریم باشون کار میکنیم، چه به عنوان مشتری، چه به عنوان همتیمی، چه به عنوان کارمند، هم رده، هم شغل یا هم صنف، بیشتر میتونیم اونها رو بپذیریم، درک بکنیم و یک اتمسفیر در واقع آرام برای یک بیزینس کارآمد، یک تعامل کارآمد شکل بدیم. برمیگردم به صحبت‌های شهروز عزیز. وقتی که سوگیری‌های مبتنی بر دانش و تجربه تخیلی، هم دانش تخیلی و هم تجربه تخیلی، یا بهتره یه لغت دیگر استفاده بکنم، همون توهم دانایی، کنار گذاشته میشه و ما یک سازمان مسطح داریم، اینجا بماند که باید خیلی محیط ایزوله‌ای باشه، یعنی ورود بهش سخت باشه، که در بلوغ تاکید اینجوری هست. یعنی یک اتمسفیر سالم، یک سازمان سالمی رو تونستیم شکل بدیم که درش تنوع فکری و تعالی فکری مبتنی بر تواضع فکری شکل پیدا کرد. این که این سه تا اصطلاح چی هست؟
صحبت‌های زیادی خواهیم داشت در تاکنورهای بعدی یا در ویدیوهایی که در خدمتتون خواهم بود. حتما بیشتر در موردش صحبت میکنیم.